امروز میخوام با یه دونه انجکتور شوی ماشین رو یه سرویس بکنم و راه نفسش رو باز کنم. اول 2 تا پیچ 4 سوخور استپر موتور رو باز کردم و بدون اینکه سوکتش رو در بیارم کامل شستشوش دادم. بعد با یه دونه T10 هواکش رو کلن آزاد کردم تا برسم به پیچای دریچه گاز. 4 تا پیچ دریچه گاز رو که باز کردم با این صحنه مواجه شدم که نمیدونم بدبخت چجوری راه میرفته باش. بعد از سرویس دریچه گاز یه چای میزنیم و میریم سراغ سنسور اکسیژن. اول با دقت تمام پیچای حرارتگیر رو باز کردم که یهو نبرن. بعد سوکت سنسورم آزاد کردم و با یه دونه 2 سررینگی 22 کلن بازش کردم. با همون اسپری داخل و بیرونش رو کامل تمیز کردم تا هم عمرش بیشتر بشه هم مصرف بنزین بیاد پایین. اینم از حجم کثیفی که راه نفس این بچه رو بسته بود.